هر وقتا که عمل پنهان شود اون عمل‌هایی که پنهان کردنش مشروع است. بعضی عمل‌های پنهان کرده نمیشد. وی باید آشکار کنیم مانند نماز جماعت و مردم میبینن. خب کسایی که ندیدن اونها نمیگوید این نماز عصر خوانده اومدیم گفته نمیگوید. لیکن خیلی کسی دید آن عمل‌هایی که پنهان کردنش مشروع است، یعنی امکانیت هست. کان اقرب الى الاخلاص و ارجى للقبول، یعنی این عمل به اخلاص نزدیکتر میشد و به قبول نزدیکتر میشد. امید قبول شویش بسیارتر میشه اگر عمل پنهان ماند بین الله و بین خودتون. حرکت کنید یا عمل‌های داشته باشید که همسرتون هم نفهمد و دخترتون و پسرهاتون هم نفهمد، هیچ کس نفهمد. همیشه عمل هر یک آدم داشته باشد، بعد به همان عمل تکیه میکنید. این عمل‌های ظاهری دشوار است. این عمل‌هایی که مثلا کلان است، عمل‌های در نظر مردم نمایان است، این عمل‌ها که به جنت در آمدن دشوار است. والمخلص الصادق یحب اخفاء حسنات، آدمی که مخلص است، عمل‌ها را خالصا لله انجام میده و صادق است، راستگوی هست، با همراهی الله تعالی راست است، در ایمانش راستگوی هست، این آدم حرکت می‌کند کارهای خیرش پنهان کند. کما یحب ان یخفى سیئات، هر یک آدم دوست می‌دارد که گناهش هیچ کس باخبر نشود. همه می‌خواهد که از گناهش دیگرها باخبر نشود. خب مادامی که نمی‌خواهی که از گناهت آدم‌ها باخبر شوند، این چنین حرکت کن که عمل‌های خیرت هم آدم‌ها ندانند. و تقدم فی حدیث سبعة الذين يظلهم الله في ظل یوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق علیه. و در مبحث‌های بالای کتاب گذشت که حدیثی 7 نفر شخصیت‌هایی که روز قیامت در زیر سایه الله تعالی قرار میگیرند، روزی که غیر سایه الله تعالی دیگر سایه نیست. از بین این 7 نفر آدم‌ها پیامبر صلی الله علیه و آله یک آدمی را ذکر کردند که مردی که به دست راستش صدقه کرده است، دست چپش بیخبر مانده است. یعنی مراد همسایه‌ها، خویش و تبار، زن و فرزندا، نزدیکانش از همین خیرش بیخبر، هیچ کسی نمیداند. همین آدم روز قیامت در زیر سایه الله تعالی قرار می‌گیرد. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. یقول بشر بن الحارث رحمه الله لا تعمل لتذكر اکتم الحسنه کما تکتم السیئه. بشر ابن حارث گفتند که عمل نکن تا اینکه مردم تو را ذکر کنند، یعنی به خاطر اینکه در ورد زبان مردم شوی کار نکن، برای نامنبرات، برای مردم مرا ذکر کنند و تعریف کنند کار نکن. کارهای نیک را پنهان کن، چه خیلی که کارهای بد را پنهان میکنی. گفتند